نمیصرف. احمدی تخم سگ نداره. صادقی سلام. خیلی مخلصم جان. من بابای فولادی ام. آقا فولادی جسارتا شما تو تره بار کار می‌کنی. چطور مگه؟ مرد حسابی بچه صبح اینجا فقط 6 کیلو نارنگی می‌خوره. جان کجا؟ ثبت نام ما اینجا نداریم. بفرمایید. این بابای سفری نمایشگاهی رو درد بخوره. سفری جان پسرم بیا دایرکت چیز دفتر. سلام. مخلصم جان. من پدر جمشیدی ام. اوی آقا جمشیدی خیلی خوش اومدید. آقا جمشیدی مغازه کجاست؟ بیایم یه دو تا گوشی قسطی برداریم مثلا. چطور مگه؟ چطور مگه که مرد حسابی روزی 18 تا آیفون دارم من بچت میگیرم بس دیگه. احمدی تخم سگ ندو انقدر. ما که اینجا وایس اینجا الکی گیر می‌گیری. اینجا وایس اینجا چه غلطی می‌کنی؟ من سفری داره میدوه. تو چه ربطی داره؟ پاچه خواب. خودت گوش بده. آقا رضایی اسم می‌کنم اشتباه بچه‌ها رو آورد اینجا سفر. ما اینجا هنرستان هوانوردیم. شما بچه‌ها رو باید ببری کم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی به نظرت اینا چیه به نظرت؟ البته این تشکری به نظر من درسش خوبه آره. شما بکنیم نه داداش اینجا ماشاءالله انقدر دستش چسب داره دیگه نیاز نیست ما بچه‌ها رو بگردیم. خودش دهن سرویس سنده که منم از خودم زده. سفری بابا این لقمه‌های بوف آشغال بیا خودم برات غذا آوردم. سلام علیکم جان. پدر احمدی هستم. خیلی به آقا احمدی پس این تخم سگ ندارم دار. میگم آقا احمد جوستون شما چک میکم نقل کنی؟ یعنی چی؟ شرخر ما نیستین. چطور مگه که مرد حساب قلاده سگ گردن بچت در آوردم معلم ریاضی گفته چرا تمرین نمی‌کنی با پنجه بوکس رفته تو صورت سر کلاس عامل فساد هفته خبیث بازی میکنه شرط بندی میکنه موتور بچه‌ها رو از زیر پاش کشیده بیرون. چی شده؟ احمدی سفری گرفته داره خورکش ازش میگیره. چی گفتی؟ خدا این قربانیو از من بپذیر. اینم عمرش به این دنیا. احمدی آقا از با معلم ریاضی کانکت میشی همه تقویتی‌ها رو میندازی تو زنگ. داشتی مخلصم. خستمون کرد. آقا از سیگار داری؟ آره دارم. چیه؟ سناتور. به عنوان ناظم مدرسه خجالت نمیکشی سناتور میکشی؟ احمدی بود دفتر میام. آقا صدق احمدی دیگه چیکار داری؟ اون اولترا میکشه. اومد یه نخ ازش واسه من بگیر من میرم بیرون روم تروش بانش. سفری بابا بیا اینجا. بودو ببینم پسرم. پسر بابا امروز تولدشه. این آهنگو با عشق تقدیم میکنم. جونمی کنارت موندنی من به تو بد وابستم. خیلی مخلصم جانم. واسه برای ثبت نام. ورودی جای خیلی مخلصم. شغل شما چیه؟ بنده رئیس بانک هستم. خیلی مخلصم جان در خدمتم. جان مثلا بچه‌تون درس خون هستن. به شدت. اهل دعوا و خشونت. ابدا. اهل دود و به هیچ عنوان. یه دونه احمدیه که اونم چوسوت میکنه من خودم دیدم اون تحت کنترل خود. چرا اینا رو بگذاریم؟ مام چجوری قضیهش؟ نظرت دستگاه اسپرسو بخریم بندازیم اینجا اولیای سفری اومدن یه شات اسپرسو بدیم دستشون؟